روزی روانشناسی تابلوهای تبلیغاتی عجیبی در سطح شهر وضع کرد با این مضمون که به درمانگاه من بیایید و خودتان را درمان کنید. اگر روش درمانی من مؤثر نبود پولی از شما دریافت نمی کنیم. مردی افسرده و بی پول تابلوی تبلیغاتی رو دید. پس فکری به سرش زد که برود خود را درمان کند و موقع پول دادن روانشناس را بپیچوند. مرد به روانشناس مراجعه کرد. او به روانشناس گفت که احساس تنهایی و افسردگی میکنه. روانشناس به مرد گفت تو باید در معرض شادی و خوشحالی باشی. پس به نمایش دلغکی که در آخر هفته برنامه داره برو و حال خودتو کمی بهتر کن. مرد افسرده راه درمان خودش رو فهمید. پس برای اینکه روانشناس رو بپیچونه به روانشناس گفت من خود دلغکم. روانشناس که مدرک تحصیلی خودش از دانشگاه آزاد اخذ کرده بود راه درمان دیگه پیدا نکرد. پس به مرد گفت بی ناموس دلغک کس ننت کار